زائر راه حسین ابن علی بودن آرزوی خیلی است و برای همین هم عاشقان زیادی با پای پیاده راهی این سفر میشن. شما هم اگر قصد رفتن به کربلا رو دارین، قبل از هر چیز دیگه‌ای حتما به فکر کفش مناسب و راحت باشین که ترجیحاً هم جاذب عرق باشه. و اگر هم تو فکر خرید کفش تازه هستین، زودتر اون رو تهیه کنید و بپوشید تا به اون عادت کنید و پاتون تاول نزنه، چون مهمترین علت تاول پا ناشی از اصطکاک کفشیه که یا اندازه پای ما نیست و یا مالش جوراب روی پوست پامونه. تاول پا درست چیز مهم و نگران کننده ای نیست، اما سوزش اون میتونه آرامش سفر رو از ما بگیره. بنابراین باید توجه کنید که با رعایت برخی نکات پیشگیرانه سلامت پاتون رو در طی پیاده روی حفظ کنید. مثلا از جوراب‌های ضخیم استفاده کنید و تا جایی هم که امکان داره هر شب اونا رو عوض کنید یا بشورید. و اینکه داخل وسایلتون حتما چسب ضد حساسیت هم قرار بدید تا قبل از هر بار پیاده روی دور انگشت‌های پاتون رو باهاش ببندید. پنبه گذاشتن دور محل‌هایی رو هم که میدونید ممکنه تاول بزنن خیلی مؤثره. در بین پیاده روی هر جا تونستین پاهاتون رو حتما با آب خنک بشورید و ماساژ بدین و به اونها استراحت بدین. حالا اگه به هر دلیلی این راهکارها رو فراموش کردین و داخل کولتون هم هیچ کدوم از پمادهای زینک اکساید، تتراسایکلین و موپیروسین رو همراه نداشتین و توی مسیر پاهاتون تاول زد، اول اینکه سعی کنید تا حد امکان از ادامه پیاده روی خودداری کنید و اصطکاک تاول با کفش رو کم کنید، چون در صورت ادامه پیاده روی احتمال ترکیدن تاول و عفونت زخم باز به وجود میاد. راهکار درست در این موقع اینه که پا و سطح تاول رو شستشو بدید و بعد خشک کنید. بعد از اون از یک سوزن تمیز یا نیدل کمک بگیرید و تاول رو از پای سوراخ کنید تا مایعات اون خارج بشه. توجه کنید که پوست تاول رو دور نندازید، چون باید دوباره سر جاش برگردونید و اقدام به پانسمان سطح زخم بکنید تا در صورت ادامه پیاده روی از عفونت زخم ناشی از تاول جلوگیری بشه. اما بعضی از تاول ها اوضاعشون فرق میکنه، مثل تاول هایی که زیر ناخن هستن یا اونهایی که قطرشون از 5 میلیمتر بیشتره یا اون دسته ای که بعد از 1 الی 2 روز علائمی از بهبود رو نشون نمیدن و در عوض چرکی، قرمز، داغ و دردناک میشن. برای درمان این تاول‌ها حتما از کادر درمانی حاضر در مسیر کمک بگیرید و خود درمانی نکنید. توصیه میکنم یک دمپایی نرم و راحت هم همراهتون داشته باشید که اگر خدایی نکرده این مشکل براتون پیش اومد از اون استفاده کنید. تاول پا یکی از شایع ترین اتفاقاتیه که در پیاده روی بزرگ اربعین رخ میده. بنابراین شرط احتیاط رو رعایت کنید و با امکانات لازم راه بیفتید تا از این قافله عشق جا نمونید. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.